گربه در خواب، نشانه یا هشدار. از مصر باستان تا روانشناسی مدرن، گربه همیشه نشانه دوگانه بوده، هم از راز و حفاظت، هم از فریب و استقلال. ولی وقتی گربه در خواب ظاهر میشه، چی میخواد به ما بگه؟ در دنیای خواب هیچ حیوانی بی دلیل ظاهر نمیشه. هر کدوم حامل پیامی از درون ماست و گربه یکی از مرموزترین اونهاست. اگر در خواب گربه‌ای آرام و مهربان ببینی، ممکنه نشانه ارتباط درونی با حس شهود و استقلالت باشه. اما اگر گربه در خواب به تو حمله کرد، ناخودآگاهت شاید داره بهت هشدار میده. کسی یا چیزی در بیداری ممکنه نقشی دوگانه داشته باشه و نشانه هشدار است، جدی بگیر. در نگاه یونگ، گربه در خواب فقط یک حیوان نیست، نمادی از چهره پنهان و زنانه درون ماست، بخشی که حس می کند، می داند و همیشه در سایه حضور دارد. او می تواند راهنمایی باشد که ما را به شهود می رساند، یا سایه اغواگر که اگر نادیده‌اش بگیریم در قالب ترس یا وسوسه باز می گردد. گربه در خواب بازتاب رابطه ما با درون ناشناخته ما است. فالگرام، دانستنی‌های رازآلود. اگر به این مطالب علاقه داری ما رو فالو کن.